رحم نگیره مرا مانم برم دنگره مان نوازه شبه بریم بگن همره یک بچه دنگره دیوانه کدای مرا هرگاه میبینمش عاشق میشم ای سره میرم پیشش بخنده ای پوشلا ای دشا ای بخشکش دل کنده در دل می در جان می به دنیای ارزنده عاشقی با او. درود حالتون چطور؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون پریفان میوزیک. قراره بشیم دورم بشنویم. بنده سینا هستم و پریسا هستم. برگشتیم با کی؟ شهلا حفیظوف. شنیدیم ازشون؟ بله یه دونه شنیدیم که گفتیم هم چهرتن بسیار خوش زیباست، خوش سیما، شبیه بانو سحر ایرانی، هم چهره و هم صدا بودن. موزیک ویدیو جدید بچه کابل. نه همون کلمه ای که من مجبور شدم به خاطرش برم چت جی پی تی کنم و یاد بگیرم که اینقدر این کلمه رو چرا استفاده میشه و متوجه شدیم خب بله یک مکانی است که شهر کوچکی است. بله. ولسوالیه که در ولایت ختلان تاجیکستانه. بعد به کسی که اونجایی باشه میگن. خب ولی من چون خیلی از یک ترکیب بندی زیاد میشنیدم فکر میکردم اینه شمولک یا شمالک دنگره یا دنگره. آره. خب حالا بعد اینجا یه توضیح جالبی داده، گفته که یه مقدار تمش طنزآمیز و کنایه و شاید هم تو بعضی حالتها برای کوچیک کردن طرف ما مثلا میگیم بچه دهاتی مثلا ولی این اون نیست. یعنی اون آهنگی که مثلا امین جون خونده بود یا این آهنگ منظورم پسر محلیه که مال اون محله، مال اون منطقه است، مال اون دهات و قریه و منطقه و روستا و حالا هرچی هست. خلاصه جالب بود چون خیلی من میشنیدمش، دوست داشتم بالاخره بدونم که این شمولک یا شمالک دنگره یا دنگره چیست. بشنویم از مرسی از توضیحات. دیگه اینجا جاش نیست بگیم توضیحات. پس به طور خلاصه یک به آدم ساده یا روستایی طور میگن دیگه از این بعد راحت میتونی اسم این آهنگو برای من پخش کنی چون من یه پسر ساده بی آلایشم. شمولک دنگره اینجوری. آره دنگره چه قشنگه کلبشون. فضا رو ببین. تو این فضا آدم زندگی کنه 200 سال عمر میکنم. چرا اینا رو میبود بالا؟ غذای زمستانی انبار حیوانات کردن. این اربابه. آره بله رئیسشونه و حالا صاحب این. یادم اومد خوشگل توی بیابون بود با یه ماشین و اینا کن چیزشون همون که براش گل آورده. آفرین. عاشق شدی بد اخلاق؟ چقدر تو جیبت چیز میز میذاری و برمیداری. دو دل شده بهش بگه بهش نگه. فهمیدی چی بود؟ کارتش و شمارش بود. این عشقه دیگه، اینجا پول در میان نیست، حسه. خدا نگهدار. خیلی گنگ بازی کردن اولش ولی خب حد زدیم چی شد. برو دیگه ببین چی بود. موزیک ویدیو هم بچه فیلم سینمایی قشنگ فیلم سینمایی شده برای خودش. بعد خوبه که بهت اجازه میده حدس بزنی. پدر جان اشکال نداره. چشمشو گرفت.
بکش پا میبره آیم سراغت دنگره دل داده کدی دختره بلبلکی نغمه گره چه تعریف و وصف زیبایی. پروانه دار یک ذره پروانه داری یک ذره ای بچه دنگره ای بچه دنگره جان رحم نگیره مرا مانم برم دنگره مان نوازه شبه بریم بگن همره یک بچه دنگره دیوانه کدی مرا هرگاه میبینمش عاشق میشم ای سره میرم پیشش بخنده ای پوشا ای دشا ای بخشکش گل کنده در دل می در جان می به دنیای ارزنده عاشقی با او بچه به جایی نکنم پیغام و سلامای وایی نکنم برده دلم قشا و چشمای سیاهش ای دنگرگی بچه جدایی نکنم. چه گفتی؟ خیلی سبکش با اون آهنگ فرق داره. خیلی متفاوته. یه جورایی داره باز آره. محلی میخونه. یه بالا و پایینایی داره. خیلی باحال. خیلی خوب اجراشو میکنه. انگار امضای خودشه. خوش صدا، بسیار خوش صداست واقعا. برخورم زمین کفتنی آمده گل دختری خوبی کم مرا بیاره رحم نگیره مرا مانن برم دنگره مانن نوازه شبه برن بگن همرا یک بچه دنگره دیوانه کدی مرا هرگاه میبینمش عاشق میشم ای سره میرم پیشش بخنده ای پوشا ای دشتا به اینجا رسید. ای بخشکش گل کنده در دل می در جان می به دنیای ارزنده. ماما شدید یا آخر کار. باز هم اشاره داره به این که فرهنگ ما جوریه که باید پدر و مادرها پا پیش بذارن. بله دیگه. آره. ازدواج باید سنتی باشه. باید سنتی باشه، حتی اگه دو نفر انقدر از هم خوششون میاد و عاشق میشن هم باز چقدر لباس زردی که تنشون بود خیلی خوشگل رنگای بود. این چشم پارچه نوازی رو داشت. دیدم انواع و اقسام رنگاشو که توی جشن ها میپوشن خانم های گل تاجیکستان. این زرد خیلی خوشگل بود. بی‌وفایی بی‌وفایی کرد و رفت. نه اونی که گل سرخ دستشون بود که شما خیلی حسودی کردی. حسودی نه حسودی نه، یعنی تو خواستی. بیابون باید گل پیدا میکنه میبره، یعنی که تو شهرم باشه میتونه گل بگیره ببره. نه وقتی بچه دنگره باشی دیگه. ما گفتیم دیگه ما بچه وای همش یه دوستایی. بهونه‌ای داره. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. خیلی خیلی قشنگ، خیلی خیلی باز هم فیلمی. آره دیگه از اون بامزه است. کلیپ‌هاییه که جدیدن توی موسیقی تاجیکستان داریم زیاد می‌بینیم، خیلی هم باحاله. آدمو چیز میکنه. چی میگن؟ قشنگ مثلا انگار نشستی یه فیلمی هم دیدی همزمان، آره آهنگی دیگه. هم گوش کردی خلاص. قشنگ قفل میشی روی تصویر، موزیک هم که به تصویر میاد و حسابی لذتشو میبرید. اگر دوست داشتید حتما لایک ویدیو رو بزنید. با امید دیدارتون خیلی زود برمیگردیم خدمت. خدا نگهدار.